علیکم الله باشه. و علیکم السلام. سلام مامان امروز. شکر فضل خدا تیار جان جوره خوبه. مامان خدا خوب. امسال حاصل گرفتیم از اینا دیگه. امسال که خوبه میلین خدا کن. خدا بازار بده. خدا بازار بده دیگه موندی همی بارشا مرده مقداره هم تر شده بخل. بارش کو رحمت خداوند دیگه کاش که بباره. خوب باره داره امسال. بار خوب داره مدت بارش نمیقداره ما. ما امسال اکن فکری نکشتیم. نکشین شما. گفته میشه با بازار چیزی نباشه. بازار که میرین خدا خوبه. میشه که بازار از اینا خوبه. میگو کجا واسم بری؟ میرم همین تو سر زمینا. خب باشه کار ندارم مامان. نه زنده باشیم برو جو ما پنبای نبی چینو گوجو بیا کبر انقرار که دیگه معامله خودی عباس ماه بو شده انقرار که دیگه اگه گپ سخنی از من شنیدی مر ببخشی بفهمیدی برو دیگه میلیگا قرار که دیگه زحمت تو عباس میکشه سکیله را مسوار میشم قرار که دیگه برو چش شو تو به درد ما نمیخوری غیر از مثل خری وری میخوری هر روز بیا کبره بیا زیر دستا پای سکشت لمشته بیا باش بیا 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 دیگه رو اول افتاره بیا بیا که اگه تو گریتون گردن من نمک زبزنون که ایش دکتر ایوانات نفهمه به کجا تو خورده بیا اش جام نارنجی رخسار نارنجی فرار ملکا شدم دست نارنجی فرار ملکا شدم دست نارنجی جام نارنجی رخسار نارنجی ها شدمی تیار جان جوره خیلی عباسون یاری تا هم برسید دیگه برسیده خیلی خوشگل بارش مورد مقداره که اینو بچینو تر میشه نگو همه تر شد سیکو ما نوروز ها ما بیامدم به پیش شما بفهمیدین خب تو میگه به شما بگم خب چی من یک گفته سکیل دارم بفهمیدین همون سکیل خب ما بفروشم خب دیرو گیلک من بدید گفتم سکیل میفروشم گفت بالا گاوا معامله میکنی گفتم ما بالا گاوا معامله میکنم سکیله انا گاوا ما نوروز وردش بیارده به در سراما همین زد کرده که گاوا بگیره یک سکیل بده به خاطر که ما پول نداریم من گاوا بگیرم میگم کوکو جو تو آدم شهر او دیونی توش نمی کار میکنی چرا توش نمیگه سکیل خب بالا گاوا میدی خب ما نوروز من سکیل خب اما گاوا در خونه خب میدم برای بالا سکیل میدم ما چی پول باش چی گاوا باش معامله میکنم شما رای نکردین ما کی رای کردم ما نوروز میگم من پیا مره که گفتم ما پول نداریم همین گاوا بگیر یک سکیل او بد کرده میگه پرزاده برای تو تو هم زن عقل نداری میشه افتاده درگه خمال یک سکیل بی ساده سکیل من تا معامله نکردم بیان پیش گفتم باز یک مسئولیت گفتم کجا پیارد گفتم به سرزمین رو پخته ما میگم که به شما بگم ولی که کجای به در سلام من تا معامله نکردم خب بریم در سبیل بده سوال با خود یک جای نفت که با شما خبر کنم ما افتاده درگه خمال بی ساده سکیل میدم ما چی خبر تو دیونه تو کشیاری یک شما سال بهم 12 خودم میگم به جنجال بافتم شما بیا خای نگیر چی جنجال خود یا مادر دیگه ام تو نمیگفتم میگه گر میاد در خونه تو میاو نه پیار مره کده ما خوب ما گوره کدم نه چی رقم آدم شما مردم چی رقم سایه‌ایم شما بیا بیا اش بیا باش بیا باش بیا باش بیا
بیا دیگه راه رو مرغ ملگی بگیری نیم ساعت دیگه خودی باستی بیا تو دیگه نفهمیدی برو بیا بیا چکر میکنی علف دوز زبرات تو بگرفته همین دیگه بس که عباس صدا کن باش عباس چیه گیلا؟ بله چیه؟ منی بیاردم گوه چی؟ گوه که گوتی بالا سکیل خوی وز میکنه منه بیار من گفتم نمی خوره تو بزنه گو جو گیلا خمه بالا گو معامله نکنم بیار من گفتم بو برگی وز کن سکیل بوستو که ما بایی نه تو گفته با عروسی میره گیلا مگه ما پیاتر ببینم اونو برو سر زمین پختی مونه با خاطر که بالا اعتبار ندارم تو از الان معامله خودی همین تبه کرده پیاتر پشیمون شده بابا نه بگو تو برو سکیل بیار دیگه برو سکیل بیار دلجان باشه سکیل نبینم تو پیاتر نبینم بابا تو به پیاتر تو همین دیگه بس تک من تا زودی میرم به سر زمین شما پیاتر میگم بیار میگی ها کجا سر نگو تو نامردی خب نه گیلا من خودتو خیلی معامله کردم همین گو گوسفند پیاتر پشیمون شده که چه بدادی ها ماشوم چه میشه بس خوبه اصلا خوب است کن ساک شما چه میشه بس نمیشه سکیل به سرایه من زدم این به کجا پیاتر سر زمین پختی ما ایت پشت سرا ما برو ما پیاتر بگم اگه پارن اگه خود راضی شد میان گم میرم ما خود سکیل میدم بابا جای آنه گیلا بگو تو به جدی چی که بودی؟ این گفته که چیزم این جواب تقوال سکیل من گفتم بابا سوار شیم سکیل سنفری کجیرم هست شما هست من نعنی من انگاهی بردنیم بله عروسی ها میریم تا تالا رو پیاده ما لازمی گو بیارد اگر راضی این که گو بزن چند تا من شما تو این گفتم من که گفتم تو گو نوردی مالا تو درو نگفتی سکیل رو خب گفتم پیاتر خبر باشه سکیل میدی پیاتر گفتم خبر باشه از قیمت سکیل 20 از قیمت میده نیه بیشتره نیه ما اون رو 35 من سکیل از ندیدم انا میگه 35 میخرم اگه من به بازار برد اگه 15 فروخت اسم رو بگردم ما نظر رو بیان به شما گفتم گفتم پشیمون نشی دیگه کارا خو نکنی که من تاگ گوشت میزنم میته تو گناه گفتی پیار گفته تو نگفتی که بیا خب نه تو نگفتی من که پیار من نکرده تو که شیری دیونیه ما دیگه پیش بره معامله نکردم من انا بیان از شما خبر شاید گفتم معامله کردی بیدی دیگه تو شاید پیار رزی باشه که گم من دیگه من خود پیار تو برات بسلات کنه که جا دیگه میرم گم معامله میکنه بله برو بگو دست رو نه برو تو خود کلگندی خب برفتی چلی به پیار میگفتی تو چی کردیشتی کلگنده با پیار تو بودم خودم جنجال میکنه گم نگو دوزا برده ولی ها نمیره که با خونه مانم بیرون میشی برابر میره من نمی نه برو گیلک برو تو معامله نیه برو خرچی نه برو نمام خیلی با صرف اعتبار هم داره که معامله کنم چه که دادم قول تو برا رو عمر ما تو کنی گیلا تو میگم گوه بردشتی ببوردی که ببوری به عباس دادی خودی گفت اشته خودی گفت خود عباس گفت بشی کجا بشی؟ بشی چرا بشینم و تا کجا بشینم تو اشته به همی عقل خود گوه بردشتی ببوردی بدی بالا یک موتوری ها کی به تو میگه این تو کارا خو دیرا خود گفت اگه ما این که بیاد گوه سکیل ما گفتم به عروسی بینیم ختم قرآن بینیم ما هر 3 نفر پیر بچه ها سوارشیم بریم گیلا گوی که ما 80-70 داریم به ما بالا عدو پول داریم تو میبینی بالا یک سکیل 20 داری میگی و کدو عقل خو و نه شاید پول دگم میدادک شاید نمیدادک تو خره این کرده نمیتونی تو میتونی سکیل سوارشی اشتا یاد نگرفتم
لا حول ولا قوة الا اعصاب من خراب نه با خدا همین که تو هم ندارم که باد کنی کو بابا کو گواری بستن بابا برف از کوچه لا حول ولا عمر مارتو کردی گیلک سال با 12 ماه تو غیره نمی کارا خوب بکنی تو کی می عقل یاد گیری تو اصلا تو به اودونی نیستی که کلون نشدی بشدی نه دیگه خونه پیشون مردونی به کجایه گیلک عقل یاد گیر گیلک میجو میره بخواه به ایران به خدا تو در وادی ایران بلدی تو یارم میفیشون خرم میفیشون گسپندارم میجو میره به قچاق برم میجو میره به ایران برو تو هیچ اختیار دار چی دی؟ تو هیچ اکلون شدی تمام اینجا بگری بفریشی تو گو گوشمندار میفریشی بفریختی تو بردی که بفریشی دیگه بخی برو بیا که بریم بیا جلوشو بیا واخی کجا میری اوتی؟ یک مرگ بخوری مندر باشه خوب خیریت بخیری شکر قراری الحمدلله مندر باشه خوب خیریت بخیری خوبه ساعت خوب جان جان خیال خوشحاله خوب سلامت باشین با لندیار بیرو کردی باز خدا دیگه چه کار کنیم گفتیم اینا اگه باشه اینجا لنگا دیگه بلش شده ها دیگه خلاص دیگه وقت از اینا تیر شد بگم لالا نورالله همین آخر همین قیمت همین زمین ما بگو دیگه میگم شما تا 2 دفعه دیگه همین گپ بزدین خب ما کو قیمت همین زمین به شما گفتم اگر خدا روزگار ما خوش بسازه بخیر همین زمین مال به هر سال 200 اگریپی یاد میده دیگه ما خوب شما مال چنده دونگ چنده برای ما حساب میکنی تو بگو اگر میفهمی که معامله ما نمیشه که ما برو ما دیگه فکر جا دیگه باشم ما دیگه خودت میفهمی که ما آدم بساز بفروشم سلام علیکم این به شما دونگ 5 اگریپی میدم یعنی آخری به شما 5 میدم سلام ما نشستنیم بیاره هم نورو داشتنیم خیریت خیریت میگم برو جو بله شما چرا برو خو نصیحت نمیکنی برو رمه چرا برار ما چیکار کرده بچه مرگ بچه خودت میفهمی دیونیه خب برای تو گفته برو بیا بالا سکل خو میدم برای تو این کار خوبیه برار ما گفته که برو تو گو خور بیار میدم بالا سکل برار ما نگفته باشه این گپه اشتباه نگفته اصلا شاید خبر نباشه برار ما بچه شما امیت سادیه که گو وردش بیار برو جون زاد کم بچه خودت که کم معامله کنم چیکار کنم خیر چی تو میکنی شما یار اگه می برار ما می کار کرده بود اگه ما خود برار خو گپ شاید دادگه عباس برادر اینا شاید از شوخی گفته یا مزاق گفته بابا جان گیلک هم که سادیه شاید باور کرده هم گیلک ساده باشه باور میکنم هم چیزه خود شما فکر کنیم برادر همسایه‌داری چی بگم دیگه همین رقم همسایه‌داری برار مگه امیت گفته بود اگه ما خود برار خو گپ میزنم خیر باشه بفهمونیم دیگه کار خو نکنه دیگه باشه ما خود برار خو گپ چی ساده من میگه گپ میگه که 20000 سکه 70000 گم ور میداری خیر ما خود برار خو گپ میزنم غم نداره لیکن خبر نمیشد ما دیگه یک حادثه گپی بود و شده خلاص بین همسایه‌داری گپام پیش بیای خیره شما کتا بیاین برو کتا آدم چند دفعه خیره کتا بیاین شما مامان اینه کتا بیاین باشه ما خودی گپ میزنم مامان امروز غم نداره بفهمونید دیگه کار خو نکنه دیگه خدا حافظ شما ما همین زمین رو برای شما میدم دونگا 5 اگریپی اگر ما خوب مشکل نداره انا شما گپ او پس یک کار کنین لالا نورالله نمازدگر بخیر بیاین که خود شما همیت 4 تا ریسفید هم باشه بخیر همین پولا شما هم بده و همین زمین دیگه جمع خوبه باشه خلاصه باشه مشکل نداره خب بریم چای بخورین دستی والا خیر بینه خدا باشه زنده باشه خدا حافظ